تنها عاملی که باعث میشه شما از مسیر خارج بشید اینه که روحتون رو نمیشناسید. تلاشی هم برای شناخت روحتون نمیکنید. تمام فکر و ذکرتون میشه جسم، زندگی که جسم داره، مسیری که جسم داره، کاری که جسم باید بکنه، زندگی که جسم داره، در حالی که این جسمه فقط. یعنی اگر ما در زمین کاری میکنیم یه بخش تفکرمون در زمین برای تعالی روح باشه. بله. وقتی یک اتفاق چندین و چند بار تکرار میشه چرایی بیارید براش. چرا اینطوری شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ از روحتون سوال کنید. بگید من چیکار کردم که تو از من اینقدر دور شدی؟ چیکار کردم که تو از مسیر خارج شدی؟ چیکار کردم که تو توی این چالش موفق نشدی؟ میشه به من کمک کنی؟ میشه راهو نشونم بدی؟ میشه دست منو بگیری؟ میشه منو به سمت تعالی خودت سوق بدی؟ میشه از جسمی که انتخاب کردی برای طی کردن این مسیرت به نحو احسن استفاده کنی؟ شما هیچ وقت اینطور حرف نمیزنید با روحتون. هیچ وقت روحتون رو مخاطب خودتون قرار نمیدید. همش خودتون. این همون چالشه. کار کنیم توی اون لحظه که سریع از این چالش خارج بشیم. دست روحتون بذارید. باهاش صحبت کنید. مثل یک کودک باهاش صحبت کنید. نوازشش کنید. ازش سوال بپرسید. تو خواب و بیداری ازش سوال بپرسید. ازش بخواید نشونتون بده. ازش بخواید دلیل نشونتون بده. نشونه ها بی نهایته ولی شما نمیخواین ببینید به خاطر اینکه کابلتون رو قطع کرد و نمیبینید.